السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، خداوند همه ما و شما را به این مکان مقدس رفتن نصیب گرداند. این لحظه هایی هست که بعضی از پدران، بعضی از مادران، از برادران و خواهران مسلمان در گرد خانه خدا طواف میکنند. موسم حج است و بعدا به زیارت جناب پیامبر میروند. الله روز را به ما و شما را نصیب بگرداند. آمین. میخواهم در این باره یک حدیث از پیامبر بگم که برای خوشنودی برادرایی که در آینده میخواهند حج خانه خدا کنند. ابو هریره رضی الله عنه حدیث روایت میکنه هر کسی که خانه خدا طواف میروه، حج میروه، یعنی حج مبرور میکنه، الله متعال گناههای او را میریزونه. او مثل یک طفل میشود، مثل طفلی که از مادرش تولد میشود. شارح های حدیث در شأن این حدیث میگن حج مبرور چگونه حج میگن؟ حج مبرور حج را میگن که اولا انسانیت اون پلی که در اون راه صرف میکند پلی حلال باشد، با پلی حلال خود سفر کند و بعدا وقتی رفت خانه خدا را طواف کرد آمد، اون کارهای حرامی که داشت اونها را ترک کند. مقصد دیگه باره بر اون کارهای بد دست نزند. به همین خاطر خداوند متعال حج مبرور را برای بندش دوست می‌داره که این نعمت پروردگار چیکار کنه؟ انجام بده. و دیگر حدیثی که یک اصحاب پیامبر وقتی که عمرو ابن العاص می اومد به پیامبر اسلام قبول میکرد، دستش دراز کرد میخواست بیعت کنه، بود دستش کشید. پیامبر گفت چرا بیعت نمیکنی؟ گفت با یک شرط بیعت میکنم. گفت چی شرط داری؟ گفت اول در حقم دعا کن که خدای مهربان گناهایی که در جاهلیت کردم الله اونها را ببخشه. پیامبر گفت ای عمرو ابن العاص، آیا نمیدونی که هر کسی که وقتی که لا اله الا الله میگه خداوند مثل انسانی که از مادرش تولد میشه گناهاش میریزونه؟ عمرو ابن العاص، آیا نمیدونی که هر کسی که میروه خانه خدا را از برای الله طواف میکنه خداوند او را مثل از مادر تولد شده گناهاش میریزونه؟ به همین خاطر کوشش کنه که برادران اهل اسلام هر وقتایی که الله متعال من شما را مالدار که کرد به اینجا بریم تا اینکه این مکان مقدس زیارت کنیم و هر عملی که امروز در مسجد میخونیم از 1 تا 10 ثواب باشه، در مسجد مکه مکرمه مسجد الحرم در میخونیم اون قریب 1000 ثواب است و در مسجد نبوی که مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اوجا میخونیم اوجا 1000 ثواب است. و همچون قبر جناب پیامبر و اصحاب پیامبر و ازواج مطهرات زیارت میکنیم، این هم یک خوشنودی الله است. الله متعال روز به ما و شما را بیاره که بر اون مکان مقدس نصیب روزی بگرداند. و بعضی برادرای هستی که الله مالدار شو کرده است نه که اونجا چیکار میکنن؟ به حج نمیکنن. یکی از تابعین سعید ابن مسیب میگه یک همسایه داشت او را امر کرد که به حج بره، او تنبلی کرد نرفت. بعدا وقتی از دنیا گذشت در جنازش نرفت، به خاطر که اون توانمند بود که حج بره و حج نکرد. به این خاطر خداوند متعال به حج رفتن به هر یک ما و شما نصیب گرداند که بهترین دعا داره لبیک اللهم لبیک لا شریک ان الحمد و نعمت و الملک لا شریک لک. این بهترین دعایی است که در گرد خانه خدا در هر طواف هر جایی که میره این دعا را میکنی. خداوند متعال با همه برادرایی که خواهرایی که آرزو دارن خدای مهربان نصیب و موفقتی اون مکان مقدس بگرداند. آمین.